به نام خداوند بخشنده و مهربان شروع میکنیم. السلام علیکم. چخیر؟ خوبی؟ احوالت خوبه؟ سنیکرز نغز میبینی یا تویکس؟ سنیکرز میخری یا تویکس؟ هر دوش؟ ها؟ یکم چیه؟ چند تا جورا داری؟ چند تا جورا داری؟ یکم تا جورا نداری؟ تا هر دوش به مزه ما یکوش کو چه بیو؟ یا ده همین کچه یا بچه که کو اسمت نام داره یا اسماعیل داره دختر میبرن شهر رفته میشنوسی امرو؟ کیه؟ ختی؟ ای قانت زن چی با دختر میبرن تیا؟ ترا چی با دختر میبرن؟ کسل. چی کسلی؟ جی کنی؟ کنی کمپنی لکتا؟ دیره تیز میزنه خدا دیلک تشریفات یا گوش کما یا سمکت نغز ببینی و ولیک ولیکا یا کاری خوب کنی؟ ها؟ دا اوچه تا گیر بیو یا دادا تا گیر بیو میریم ولیک خری میشوا؟ ها؟ دا فایرت دادا دا انا خیلی ولیکه ساز نغز خاله جان اولتون خوبه خاله جان نفر نمیکنیم تو نه قلبکی دو درمانه خرسان کنی اومدیم نگه دیلم چیزی وای داره او یگان قلبش یگان مشکلی داره بلندتر گازنی خاله جان نگه که دیلش کسل این پرده بشه پرابسیس میگم با دیل رخیت بردن قد سر سبحان الله یگان تبابت یگان وای نداره نه نداره شاید الان جا هم دختری هم جا خود تماما نمیره نمیفهمه بخدا من قرابالا بودمش و ازمیش بردمش خیلی دورو کلش کردن اولی های نکاز دیگه سعی میکنیم مالی است دورو کلش کردنی هر دوروی هایمون میکشن با داوی قرقودا آرام میکنم میتان در نخنده کتان انا بعد میوزه که دیلش جقیام میکنه پس دندش میجقه نفسش میگیره من رو چه شمالم تیبو شمال یک شمالم هر قدر خودت کام بازار یک کانسانی میده بونم میده نیست کسی رو نیست تو گیره نکنه خاله جان گیره نکنه الله مشکلی تون آسان کنه فقط یگانه رو همین کم کمکی همون قرابالا ده چیز میگیره تماما دست شمید گیره نکنه خاله جان خیلی بگو بیارم هم گاره شد دمیشتنه که بگو بیارم جبریا بازی کنم میگه دیلم دمه زنم تا سیام میگه کبوت میگه سو بیرونم میگه فقط خونه ده الله مشکلاتون آسان کنه مادر عزیز در حقیقت مشکله پیغمبر موسی علیه السلام بهوده نگفتن جنت زیر پای مادران شما رنج بسیار کشیدین بله خدای 2011 بچه جون دختر بعد دختر نمی فرقم نمیدونم فرورم تا علاوه بر این سیل خانه تون ضرر کرد با فکر من دونم خونه درن ما خودم پس ما گردن درم خونه به همارا در نپری او چاچ قوه نجا گون چی ندون نجا درم خول نجا پارت نجا بگذاشتیم دیگه بچه من اینجا آورد مامرا میگم نباشه خیلی قیمه وقت الله مشکلاتون آسان کنه الله صبر بدون که شما زندگیتون هرچی حسابه خاله جان من فقط غش میزنم پیسه نه غش میکنی؟ غش میزنم خوب میارم شما؟ وقتی جا خوب همین کاری وزبین شما میکنی؟ نه منم جمع کامیریزم تو نمیجاره خوب نمیجا که غش میزنم تو تر شوهرتون است؟ هیچ کاره؟ کار نمیکنه؟ نیست دروبا میکشید و دروبا بسیارش نمیروم
راستی گپ من یک خط برم یک رساننده خدا جان سبب اومدن این روز که به نام شما یک مکتوب اومد هوای میرسونم امانتونه بعد به دعای شما میرم خب یک شده نظر کنید چی باید شده داخلش هزار آمد داخلش ده یک چیز دیگر هست مادر عزیز بغیر از مبلغ این اینجا کارت این صورت حسابی شخصی شما به نام شما میشه بچه‌ای که در داخل خانه‌تونه و رفیق من وای من فرستادم امضاتون میگیره در داخل کارت شما 1,500 سومان دیگر هست علاوه بر این ما این کارت پیشکش مردم خیرخواه میکنیم در شما پول میگذارونم برای این دو درچمون صرف کنید یا که برای یگان کمبودی خانه‌تان اولین درجه سلامتی خداوند ساخت سلامت کلام شود خدمتگار دین و وطن شود دو درک ما اسماعیل جان بودن آمد ای قند تازه این ایگیره اپا جان بعدا 2 ماه خوراکای خانه‌تان تعیین کرده میشه و بچه‌ها هضم می‌دارن خب هزار رحمت اپا جان هزار رحمت مینداره همه شما کو خرسان شده کو ماده بس همین چیز ایلا همیشه خرسندی باشه شما دم این دو درک مونده اسماعیل جان من میرم ما راه دور اومدگیم جورش نیم یا نه نامی ما ساله اکای ساله تو اسماعیل چکا پارتو جورای من میرم زنگ زدم فهمیدی مادر عزیز در امان خدا باشه یگان خدمت دیگر نیست خب خدا نگهبانتون مالش در امان خدا باشه باز یک مکتوب دیگر رو به سراغش رساندیم و چنانی که دیدید قلبک دادرمان به حد شاد شد شفا بخشیدن به قلب بیماران از دست یگان بنده بر نمی آید اما خرسند کردن قلب بیماران از دست همه ما بر می آید اگر که خواهش داشته باشیم